وقتی حالا مثلا رفیقم توی موضوع گیر کرده یا غم داره یا خودم، به نظرم غم محرم میخواد دیگه، یعنی رفاقت هم همین قشنگ میکنه. تو بدونی که اون مشکلی که داری و میتونی بگی، ولی یه جایی به نظرم حتی خود رفیقم نمیخواد دوستاشو قاطی این قضیه کنه. یعنی میگه خب تنهایی این قضیه رو حلش میکنم، بچه‌ها رو درگیر نمیکنم، نذارم بفهمن که حالم بده. ولی خب اگر بخوام کمک کنم، دقیقاً حرف لاله است دیگه. بخوام کمک بشه 100% هستم تا جایی که ازم بر بیاد. ببین فردا الان علی میاد میگه 100 تومن. ولی خب یه جایی که میتونم کمک میکنم، یه جایی هم که دوست دارم حس کنم که رفیقم میخواد تنهای موضوعشو حل کنه، از دور شاید حواسم بشه. یعنی شاید ماهی یه باره رو اگه مثلا خیلی دیگه حاد باشه، یا هفته یه باره رو به زنگ بزنم بگم خوبی اوکی همه چی میزونه، که بدونم هنوز داره خودش تو اون منجلابی که افتاده داره ارتباطه رو باش حفظ کنی. آره بدونم که هست که اگه یه جایی حتی خودش خجالت بکشه با هم ارتباط بگیره، بدونه که خب الان بهم زنگ زد، این موقع بهم زنگ زد، دیگه میترکم.